درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. بیانیه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. محمد علی حید کجا شد؟ به اثر باران سیل در اسفره یک چند نقلیات‌ها آسیب دیدند. بانکومت‌های خالی از مبلغ باعث نگرانی ساکنان دوشنبه شده است. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش یک بیانیه از شهادت عضو این حزب قربان منانوف اظهار نگرانی شدید نموده رژیم جنایتکار کشور را مسئول مرگ این شهید خوانده است. در بیانیه آمده است که حبس او انتقام مقامات از یک اقدام جسورانه او بود. سبب انتقام گیری این مقامات از او نه تنها استواری و جسارتش بود، بلکه یک عملیات جنایتکارانه بعضی مقامات کشور را با درایت و زیرکی خویش در شهر نارک خنثی نمود و باعث پیشگیری یک تهمت بزرگ مقامات علیه مردم نارک گشته بود. رهبریت کشور امروزها با مقصد ترسانیدن قشرهای گوناگون جامعه از انتقاد مقامات و راه ندادن به گوناگون اندیشی نسبت مخالفان سیاسی خویش، به خصوص محبوسان سیاسی، از تمام وسیله‌های شکنجه و عذاب و مصادره اموال محاصره اقتصادی استفاده می‌کند. از جمله روزهای اخیر حیات عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سردبیر هفته‌نامه نجات حکمت الله سیف الله زاده در نتیجه شکنجه و نگرفتن طبابت سری وقت زیر خطر قرار گرفت که تنها پس از اظهار نگرانی جامعه بین المللی و داخلی اجازه طبابت به او داده شد. در آخر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رژیم جنایتکار رحمان را از پیامد جنایت‌های زیادش آگاه کرده است. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وضعی به وجود آمده را نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه علیه ملت دانسته رهبریت کشور را مسئول اساسی آن و مقامات قدرتی را همشریکان این جنایت می‌حسابد. طبیعی است که هر جنایت جزای دارد و سخت‌ترین جزا را ملت‌های اذیت کشیده در طول تاریخ نسبت حاکمان ظالم خود و تملق‌کاران گماشتگان آنها روا دیده‌اند که ملت غیور به ناموس تاجیک استثنا نخواهد بود. متن پررأی بیانیه را در سامانه پیام نت مطالعه کنید. بعد انجام مرافعه دادگاهی 13 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ اطلاعی از محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. تا امروز کسی از نزدیکانش او را ندیده است، یعنی به ملاقاتش اجازه نمیدهند. هیچ پیامی از او به پیوندانش نرسیده است و کسی هم چیزی نمیداند. بعد خبر بیماری شدید حکمت الله سیف الله زاده، شهادت ملا قربان منانوف و ناظم جان تشریپوف خوف و ترس آنها بیشتر شده است. محمد علی حید با موقع گیری شدیدش علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم رحمان معروف بود و امکان دارد رژیم با این راه میخواهد از او قصاص بگیرد، چنانه که با قصاص ملا قربان را حبس کرده به شهادت رسانیدند. به نام خداوند بخشنده مهربان. البته درباره محمد علی حید وقتی سخن می رود، ما پیش از همه به یاد اون شجاعت ها و حرف های سخت و انتقاد های شدیدی می افتیم که محمد علی حید از حکومت داشت و همگان می دانند، تقریبا برای هیچ کس پوشیده نیست که امروز حکومت در فکر انتقام گرفتن است. اون انتقادهای سازنده و شدید محمد علی حید. اما چرا انتقام؟ محمد علی حید مگر چیکار کرده است؟ مگر مبارزه مسلحانه برده است؟ مگر کسی را کشته است؟ مگر بر ضد کسی کارت کشیده است؟ نه، محمد علی حید فقط سخن گفته است و نوشته است. پس خود قضاوت کنید. در حکومتی که تنها به خاطر سخن گفتن و نوشتن انسان را به چنین سرنوشت گرفتار میکنند که حتی خانواده‌اش نمیتواند از حال او باخبر شود، دیگر مردم چه حال خواهند داشت؟ این حکومت به کجا روان خواهد بود؟ ما این را از حکومت داران میپرسیم. محمد علی حید کجاست؟ چرا او را نمیگذارید که با خانواده‌اش واخرد؟ چرا نمیگذارید که حداقل اون ادوکات‌هایش با او ملاقات کنند؟ اگر محمد علی حید سالم است، صحت است، بگذارید اقلا یک بار با خانواده‌اش واخرد. به خصوص بعد از این شهادت داملا قربان که جا دارد در اینجا، خانواده مرحوم مولا قربان را به خاطر این شهادت پدر بزرگوارشون و تمام خویش و تبار و نزدیکانش را به خاطر شهادت او تسلیت عرض کنیم و همدردی خود را به آنها بیان کنیم
و به خصوص بعد از شهادت بابای ملا قربان دیگر هیچ کس به حکومت اعتماد ندارد. همه به این فکر افتادند و میدانند که بعد از شکنجه ها اکثریت زندانیان سیاسی بیمارند. اکثریت زندانیان سیاسی در حال خوب قرار ندارند. بنابر همین حکومت و مخصوصا نیروهای قدرتی و امنیتی نمیگذارند که مردم با خانواده های زندانیان سیاسی با نزدیکانشون واخورند. به خصوص سیف الله زاده وقتی که خبری بیماریش بروز کرد بر رسانه ها بعداً رفت. درباره خیلی از زندانی ها امروز سخن می رود که اونها بیمار هستند و اینها باید پوشیده نمونند و خواهش میکنیم از جامعه شهروندی، از تمامی رسانه خبرنگارانی که در کشور هستند و تشکر میکنیم اول پیش از همه از آنها در قضیه سیف الله زاده که آنها بودند که واقعا مجبور کردند حکومت را تا به خود بیاید و ببیند وضعیت سیف الله زاده را و اون را با دکتر تامین کند و اون را با بیمارستان انتقال دهند. و از شما بار دیگر خواهش میکنیم بی‌طرف نباشید، چون که شما هستید که میتوانید تاثیر کنید، شما هستید که میتوانید تاثیر رسانید. و در قضیه محمد علی حید که همچون یک خبرنگار، همچون یکی از سیاستمداران و فعالان جامعه شهروندی همیشه در کنار شما بود و همیشه شما با او در یک جا بودید و هر وقت که میخواستید او برای شما دسترس بود. بی‌طرف نباشید و امروز هم برای اون هم حداقل کمترین کاری رو میتوانید انجام دهید. و امیدوارم که محمد علی حید سالم سلامت و سربلند باشند و آزادی او را به زودی شاهد خواهیم بود ان شاء الله. بر اثر باران پرشدت که بعد از ساعت 18:30 شام 16 اوگوست سر شده تخمینا 1.5 ساعت دوام کرد، در محل‌های گوناگون شهر اسفاره سیل آمد. با اطلاع سخنگوی شهردار اسفاره اقبال تشایف بر اثر آمدن سیل به محله‌های اهالینشین شهرک شوراب، محله‌های نوبنیاد سامانیان، افغان‌ها، محله‌های 13، 14 و 15 شهرک نوآباد، جزیره و متپری خسارات زیاد رسیده است. اینفراساختار شهر مواجه خسارات قرار گرفته عنقریب دوام 1 ساعت حرکت نقلیات در شاهراه اسفاره امکان ناپذیر گردید. در بعض محله‌های شهر خطهای انتقال برق آسیب دیده اند. تلف یک چند چاروا و آسیب دیدن یک چند نقلیات شهروندان به مشاهده می رسد، اما تلفات جانی به قید گرفته نشده است. بانکومت‌های خالی از مبلغ باعث نگرانی ساکنان دوشنبه شده است. یک خواننده پیامنت امروز به ما گفت که طول 3 ساعت تمام شهر دوشنبه را دور زده برایش میسر نشده است از بانکومت پول گیرد. او میگوید یک قسم کوچکی بانکومت‌ها پول دارند، اما مردم در پس آنها روزی دراز برای گرفتن پول نوبت می ایستند و نهایت اکثر آنها بیگاه ناامید به خانه‌های خود برمیگردند. بحران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به بانک‌های دیگر هم سرایت کرده است که اکثری وقت حتی در بانکومت‌های اوریان بانک و اسخط پول پیدا نمی شود. نبودن مبلغ در بانک‌ها باعث بحث‌های زیادی دادگاهی هم شده است. مردم از اینکه مبلغ‌های در بانک‌ها مانده‌شان را بازپس گرفته نمی‌توانند به دادگاه‌ها شکایت می‌برند، اما دادگاه‌ها هم در حل قضیه عاجزند چون حکم‌هایشان اجرا نمی‌شود. طبق اطلاع آژانسی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان، دوام 7 ماه سال جاری تجارت خارجی تاجیکستان به 195 میلیون دلار یا 8.1% کاهش یافته است. صادرات مال به مبلغ 39 میلیون دلار کاهش یافته چیز بیشتر از 507 میلیون دلار را تشکیل داده است. اما واردات 8.4% کم شده، کم بیشتر از 1.7 میلیارد را تشکیل داده است که این کم شوی با رقم 156.2 میلیون دلار است. در عموم حجم تجارت خارجی تاجیکستان که با اطلاع آژانسی با 101 کشور جهان صورت گرفته است، در این 7 ماه 2 میلیارد و 218 میلیون دلار بوده است که واردات از صادرات قریب 3.5 برابر بیشتر است. شریکان اساسی تاجیکستان در تجارت روسیه، چین، قزاقستان و ترکیه بودند که قسم بیشتری تجارت خارجی تاجیکستان با این 4 کشور صورت گرفته است. بینندگان عزیز، حالا شما را به برخی از خبرهای دیگر منطقه و جهان مختصر آشنا می‌سازیم. در چین مسافربری بزرگ تیپ 1 با موفقیت از سنجش گذرانیده شد که این مسافربری بزرگجوسه از روی ریلز ها حرکت میکند
و 4.8 متر بلندی داشته واسطه‌های دیگری نقلیات را از زیر خود می‌گذراند. با شرافت وسیعیش که 8 متر میباشد، 2 خطهای جاده را میپوشاند. از داخل این مسافربر وگان مترو را به خاطر میآورد. تنها وسیعیش 8 متر و درازیش 22 متر است و حدود 300 مسافر را میتواند جای دهد. مقامات چین قصد دارند آخر سال آینده استحصال پیوسته تیپ 1 را راه اندازی کنند که پیش از همه این نمود نقلیات در راههای شهر سینخاوندای استان خبی به حرکت خواهد آمد. در فرانسه، در ساحل کولی ویلنیو دلراو، هواپیمای آتش نشان SL-215 هنگام فرود آمدن بر روی آب از بالای ساحلی که مردم آب بازی کننده می ایستادند نزدیک بود یک مردی در ساحل بوده را هلاک کند. مرد که این هنگام به سیگار کشی مشغول بود مشاهده نمی کند که به سوی او هواپیما می آید. شاهدان می گویند اگر مرد همگی چند سانتی متر چپتر ایستاده می بود برخوردی هلاکت آور با هواپیما ناگزیر بود. بنا به معلومات مقامات مالزی، از کشور تانکری نفت که 900,000 لیتر سوزشواری دیزل را انتقال میداد ربوده شد. طبق معلومات ها کشتی وی ار هرمانی در آبهای شهر بتم اندونزی قرار دارد. آن دیروز 16 آگوست از بندر تانجونگ پلیپس مالزی به راه برآمده است. شخصیت کشتی ربودگان هنوز معین نشده است. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی خدا نگهدارتان.